سلام همدیاران عزیز و کسانی که ما را دیده ایستادین. بنا به خبرهایی که اخیر ما دسترس کردیم درباره برادران بدخشان و درباره وضعیت ولایت، راستی علم‌آوره که چه خیلی مردم بدخشان، مردم عاقل، مردم بسواد ای پشتی یک گروه جنایتکار به میدان برآمدن طرفداری کردند. اگر ما بگیم برای دوستداری فرزندان وطن باشه، این شخصیت‌های مشهور نزد او رفتن، گپ زدن، نصیحت کردن که ای میدان برن همه به خانه‌شان، نکی گوش نکردن. در اینجا ما گفتنی هستیم که همه شخصیت‌هایی که خارج از تاجیکستان ایستاده تشویق و ترغیبات برده‌اند برای ضرر رساندن مردم بدخشان و ضرر رساندن جمهوری تاجیکستان، ایرا مردم بدخشان نفهمیده است که او دشمنن، او میخواهند که برای ما و شما، برای وطن ما و شما، دولت ما و شما ضرر برسانند. برای ما برادرای بدخشان گفتنی هستم که احتیاط کنین. اینا برای ما چند تا اومگه خبرها که فرزندای یعنی بسواد، اکادمیکا، پروفسورا ای بدخشان رفتن پیش مردم مثل ایرالا و محمد شاه، پروفسور جمشیدوف پروینه و غیره منصبدارا و بدخشان برآمدن پیش مردم، رفتن که مردم قبول نکنن، سرشپک کردن، گپای بد گفتن.